Stanford University. خب بار دیگر خوش آمدین. من به سهم خودم خیلی خوشحالم دوباره چهره‌های آشنا می‌بینم. نمیدونم شما از چه راه‌هایی اومدین ولی از هر جا اومدین. امیدوارم که گیر نکرده باشین توی ترافیک و به راحتی اومده باشین. بین اون جلسه‌ای که ما صحبت آرش رو نشون دادیم و قرار شد که به این صحبتی بکنم در آینده راجع به معناشناسی و اسطوره آرش، در اون فاصله تا الان یک مقاله از آقای تورج دریایی در اومده که فکر میکنم چیز دیگه ای نه، ولی قبل از اون 25 سال پیش یک مقاله از خانم پروین شکیباست که خیلی به نظر من مقاله به نسبت 25 سال پیش مقاله خیلی خوبیه و در بعضی موارد من اصلا ازش کمک گرفتم، به خصوص در اون بخشایی که نمیفهمم، یعنی مسائل مورد ستاره شناسی و اینا. اون خیلی دقیقه. من البته با خوندن اونم واسه جنا فهمیدم، ولی اون خیلی دقیقه. ما آرش رو میتونیم از دو سر شروع کنیم. یکی از اتفاقاتی که به هر حال در چند دهه گذشته افتاد و تجدید حیات این اسطوره که خب چون در جریانش هستید من حرفی نمیزنم فعلا مگر سوالی بشه. یعنی از زمانی که اول بار توسط آقای یارشاتر یک مقاله سر و تحداری و درستی راجع به آرش و پس‌زمینه‌های تاریخی اجتماعی ایناش جمع آوری شد و منتشر شد و بعد به خصوص شعر سیاوش کسرایی که دو مرتبه اسطوره شروع کرد به تجدید حیات کردن و هر کس نسخه خودش رو گفت، هر کس معنای خودش رو گرفت و این نشون میده که اسطوره هنوز زنده است. چیزی که من میخوام بگم شاید خیلیشو شنیده باشین، در نتیجه من کمی گیج بودم که چقدر و بر چه مبنایی چیز کنم. من اول یک مقدمه هایی میگم که اینا به کلی فقط معلومات تاریخیه که در قرن دوم به بعد توی کتاب‌های تاریخ ایرانه. راجع به اسطوره آرش خیلی کم داریم مطلب راجع به ماهیت این اسطوره. پراکنده هایی هست، من بعضیشو براتون میخونم، بعدا خودم به نتیجه گیری میرسم که ممکنه با نتیجه گیری شما فرق داشته باشه. طبری تو تاریخ طبری در پادشاهی منوچهر میگه میتونید که اصلا تمام داستان آرش مربوط به جنگ‌های کینه‌جویی بر خون ایرجه. حتما این داستان رو میدونید دیگه که فریدون 3 پسر داشت، ایرج و سلم و تور. سرزمین پهناور رو به این 3 پسر بخشید، هر کدوم یه جایی داد. ایران رو به ایرج داد، توران رو به تورج یا تور داد و آسیای کوچک رو که ظاهرا جایی سرمت هاست میگن به سلم داد که نامش بر اونجاست، یعنی سرمت ها رو به اونها داد. میگن اون دو برادر دیگر برای این رشک بردن در ایرج و یک مرتبه ای همچنان که در شاهنامه هست تمام این داستان حرفای تندی بینشون رد و بدل شد. ایرج گفتش که من اصلا نمیخوایم بیاین با هم صحبت کنیم، اصلا اینا مال شما. این بر تور گران اومد که حالا این برادر کوچکتر داره ما بخشش میکنه، با چارپایی زد تو سرش و یه سرشو برید. ظاهرا اینجا شروع شد. البته ما میدونیم که این داستانیه که توی تمام داستان‌های مادر بزرگان هست که 3 برادرند، یکی اینطوری یکی اونطوری. معمولا برادر کوچک اون مظلوم است، خوب است و کسیه که در واقع یا شهیده و نهایتا پهلوانه. حالا توی اسطوره وقتی خودش هم پهلوان نیست و قربانیه، فرزندی یا نوه‌ای یا نبیره ایش این قهرمان خواهد بود. به هر حال از ایرج نوش منوچهر بعداً به پادشاهی رسید و خواست که کینه‌جویی کنه، یعنی فریدون اونو پرورد اصلا برای این کینه‌جویی و جنگ‌های ایران و توران شروع شد که حالا این چیزی که میخونم مال دنبال اینه. طبری میگه چون 60 سال از مرگ توج
گذشت، سپری شد تو جنه تور. افراسیاب با منوچهر در طبرستان نبرد کرد و سرانجام بران نهادند که مرز میان آن دو با پرتاب تیری تعیین شود. تیرانداز اونهایی توی نسخه های مختلفی که هست املاهای مختلفیه، چون ما که تخصصامون در بی‌دقتیه و اونجا همین اتفاق افتاده. اینجا میگه که ارشسیاتیر، بعد گاهی میگن ارششیاتیر، گاه ارسسیاتین و غیره از اینا که همه بدنویسی ظاهرا آرش شیواتیر یا شیبهاکتیره. تیرانداز این آدم نام داشت که ایرش توی پرانتز، یعنی در نسخه های دیگر آرش، ایرشی، تاریش، اترش گفتند و او تیر انداخت که از طبرستان به نهر بلخ رسید و مرز میان ایران و توران گشت. بلعمی میگه شرط افتاد که حدی بنهند میان زمین ترک و از آن عجم. پس منوچهر مردی با قوت بنگریست و او آرش بود و او را بفرمود که از سر کوه دماوند تیر بینداخت به همه قوت خیش و تیر از همه زمین طبرستان و زمین گرگان و زمین نیشابور و سرخس و بیابان مرگ بگذشت و بر لب جیهون افتاد و افراسیاب را سخت اندوه آمد و نتوانست از آن سوگند باز آمدن. توی این تاریخ ها که من همه شایی بخونم حوصلتون سر میره، میگن آرش با پرتاب تیر بمرد. ابوریحان بیرونی توی داستان تیرگان یا جشن تیر این داستان آورده که در آن ایزد بانوی زمین اسفندیارمز دستور میدهد و جایی که تیر میافتد دستور میده چجوری تیر رو بسازن، تیر رو کمونو، و جایی که تیر میافتد شجرة الجوز کبیره، یعنی درخت گردوی بزرگ است. شاهنامه ثعالبی یعنی قرر میگه پرتاب در طلوع آفتاب بود و ملکی به امر خداوند تیر را طیران یعنی پرواز داد به بلخ رسانید و در آنجای به محلی به نام کوزین افتاد. کوزین ظاهرا بدنوشته گوزبن یعنی درخت جوز یا گردو و شاید بدنوشته درخت گزه، چون گاهی هم میگن این تیر بر درخت گز نشست. و به هر حال ظاهرا توی ایران تیر آرشی معروف بوده. تیر یعنی اینقدر خوب مثل تیر آرش. توی شاهنامه میگه از آن زخم آن پهلوی آتشی که سامیش گرز است و تیر آرشی. اینجا این معلومه که اینو داره عنوان مثال به کار میبره که سامیش گرز است و تیر آرشی. سام پدر بزرگ رستمه، گرزش مشهوره، پس تیر آرش هم تو ایران مشهور بوده. اما چرا اسطوره آرش در شاهنامه نیست؟ این سوالی که توی این چند دهه خواستن جواب بدن. توی آرش فقط نامی ازش هست و معلومه که در سرچشمه های شاهنامه نبوده، یعنی توی خداینامه ها. و چرا خداینامه ها آرش از کارنامه کنار گذاشتن؟ دلایلی گفته شده. به نظر من درست‌ترینش اینه که یکی از خاندان آرش برخسرو پرویز ساسانی می ایستد و بر او می شورد و خود را برتری می دهد و او بهرام چوبینه است که می گوید من از تقمه نام بر آرشم چو جنگ آورم آتش سرکشم. اما خداینامه این سرکشی رو نمیپذیره. اونم وقتی که در پایان ساسانیان واپسین بازبینی خداینامه هست، پادشاه ساسانی رو خداینامه ها بر مدعی سرکشش برتری میدن و همزمان با اسطوره سرنوشت او را که همونجور که میره خلاصش میکنن با اسطوره سرنوشت، یعنی بهش موجهش میکنن، هم میستایند و هم ردش میکنن. به این دلیل شاید به همین هر دو سه دلیله که داستان بهرام چوبینه تو شاهنامه که بهترین هاست به نظر من. مقایسه دو طرفه شاه و مدعی اینه. ببینید چجوری توی یکیش سرنوشت بهرام قربانی سرنوشته، بهرام چوبینه به یک آهوی به کاخ ویران میرسه. کاخ ویران
حتما نماد آشفتگی روحیشه، چون وقتی داره میاد خیلی سرگشته است. ولی اونجا میره توی این کاخ شکسته و اونجا یک پری میبینه، پری بسیار زیبایی بر تخت زرینی، بسیار زیبا، تاجی بر سر، غیره غیره غیره. بهرام یک شب با او سر میکنه و فردا صبح که میاد بیرون به کلی دیگرگون شده. خب این مشهوره توی ایران، توی افسانه های ایران پریا به زیبایی شناخته میشن، ولی در عین حال آدم ها از عقل خارج میکنن. در نتیجه پس ما میتونیم بپذیریم که بهرام چوبینه عقلش از دست میده و دچار توهم میشه. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که اون دنبال آهویی میره. آهو توی اساطیر مثل بعضی چیزهای دیگه، چند تا دیگه از جانوران، در واقع نماینده باده. تمام جانوران بادپا یه جوری مثل شهباز، مثل آهو و غیره نماینده بادن. باد نقش سرنوشتی داره. در واقع میدونیم که حتما میدونیم که توی جنگ ها ما همیشه گفتیم که بادی بر علیه ایرانیان وزید و در چشم ما شد و ما شکست خوردیم. یا در همین داستان آرش گفته میشه که باد تیر او رو به طرف فلانجا برد. باد نقش سرنوشتی داره. منتها باد یک باد همه چی یک روی بدم داره. ممکنه یک آهوی خوبه ما رو به طرف گنجی میبره و یک آهوی دیگه ما رو به طرف مرگ میبره. همچنان که در داستان بهرام گوره. بهرام گور در آغاز پادشاهیش دنبال آهوی میره و به گنج میرسه. در پایانش دنبال آهوی میکنه و کم کم متوجه میشه که اون داره به طرف یک جای بیابانی و به طرف غار میبره و میفهمی که این مرگه. میره توی غار و ناپدید میشه. پادشاهان اسطوره‌ای مثل بهرام گور اغلب ناپدید میشن، نمیمیرن. متقابلا در برابر این داستان که اون با یک پری می‌آمیزه و از عقل به در میشه، داستان خسرو پرویز اینه که وقتی از بهرام چوبینه فرار میکنه و اونا دنبالش میان و دیگه چیزی نمونده که بزننش با تیر، اسبش رو ول میکنه و از کوه میره بالا تا یک جایی میره که راه بسته، یعنی دیگه تخت جلوش، راه برگشتی نمونده، دل به مرگ میده و نیایش میخونه و اینا. سروش، ایزد سروش فرود میاد و اونو از کوه بر میداره و بر زمین میذاره در میان سپاهش و خلاص میشه. بهرام چوبینه اینه که میبینه فکر میکنه که این یک نشان ایزدیه و میخواد بهش بگه که تو اشتباهی، ولی دیر شده برای بهرام چوبینه که بخواد برگرده از این راهی که آغاز کرده. لقب آرش ظاهرا در متن قدیمی شیواتیر بود، شیپاکتیر، و گمان میکنن که چوبین یا شوبین بد نوشته شیواتیر یا شواتیره. ما میتونیم اونقدر اشتباه کرده باشیم که شواتیر رو جوری نوشته باشیم که این الفش افتاده باشه و اون تیرش جوری باشه که میلان کنده شده باشه و دانش به راحتی میتونه با یک تا نقطه‌ای که ما معمولا نمیذاشتیم میتونه شده باشه شوبین و بعدا چوبین. شواچه قابل تبدیل به هم توی فارسی که ما میشناسیم و توی آخرین چیزهای پهلوی، دوره پهلوی. یک کمی پس از فردوسی، فخرالدین اسعد گرگانی منظومه ویس و رامین رو داره قرن پنجم. داستانش اگر نخوندین خیلی داستان خوبیه. حالا شاید یکم بی‌پروا در عشق ویس به رامین و این شعری که دو بیتی که میخونم پیغامی است که اون میده به رامین که از گرگان رفته به گوراب. فخرالدین اسعد گرگانی داستان رو در گرگان قرار داده و حالا رامین که در واقع داییش شوهر ویسه و اینا به هم عاشقن، حالا یا از دلگیری یا هر چی خلاصه رفته گوراب. ویس بهش پیغام میده
در وسطای این پیغام اینه، میگه اگر خوانند آرش را کمانگیر، که از ساری به مرو انداخت یک تیر، تو اندازی به جان من ز گوراب، همی هر ساعتی 100 تیر پرتاب. ویسرامین متن مهمی برای اسطوره شناسی است، ولی همین یک باره که از آرش اسم میبره و افسانه او میاد و فقط همین قدر. میبینیم که تا حالا ما هیچ اطلاعی غیر از اینکه یک تیر انداخت از یه جایی به یه جایی، هیچ اطلاع دیگه ای نداریم. توی متنای پیش اسلامی، توی تیرگشت یا تیشترگشت اوستا، من میاد که بند 6 آمده که تشتر ستاره رایومند فرهمند را می ستاییم، که شتابان به سوی درگاه فراخ کرد بتازد، چون آن تیر در هوا پران، که آرش تیرانداز بهترین تیرانداز ایرانی، از کوه با یک اسم خیلی مشکلی به سوی کوه باز اسم خیلی مشکل دیگری بیانداخت. اسما رو میتونم براتون بخونم ولی الان ما جاهاشون هم نمیدونیم. خب پس توی تشترگشت اسم آرش تیرانداز میاد به معنی بهترین تیرانداز ایرانی. تنها متن دیگری که از اواخر ساسانی داریم ماه فروردین ریز خرداده که میگه در چنین روزی، یعنی روز 6 از خرداد، منوچهرشاه و آرش شیباتیر ایران را از تورانیان پس گرفتند. همین جمله است که در تاریخ‌های بعد اسلامی بحث داده شده و من چند تاشو براتون خوندم. خب پس حالا با این مقدمات ما بعد از سر شروع کنیم. از فرهنگ هندو-ایرانی باستان خوشبختانه روایت مهم ریگودا در دسته. ریگودا میان 1700 تا 1100 پیش از مسیح به نگارش در اومده، یعنی نزدیک 2000 سال پیش از مسیح تا حدود 1000 سال پیش از مسیح، میان 1700 تا 1100 پیش از مسیح به نگارش در آمده و در آن این اسم به صورت عرقشه دیده می شود. عرقشه ها دودمان جنگجویانی بودند، معمولا میگفتن طبقه کشاتریا، طبقه جنگجویان رو میگفتن کشاتریا. اینا از طبقه کشاتریا بودن که در شمال غربی ایران فرمان روایی داشتند. اصلشان به نخستین تابش خورشید یعنی آرکا یا سوریا میرسید که اصل راما، قهرمان داستان مهم رامایانا، هم از آنجاست. رامایانا هم ترجمه شده فارسی و البته ترجمه مهم و هر قابل استفاده ایه. احتمالاً میان رامایانا و رامین ویسرامین پیوندی است که شاید یه روزی راجعش صحبت کنیم. این عرقشه یک بار توی شاهنامه به صورت ارجش و یک بار در تاریخ به صورت ارجس شاه اشکانی اومده و میگویند داستان آرش هم از نظر آنچه که توی تبری و غیره اومده از نظر تاریخی منطبقش کردن بر دوران اشکانی. البته چرشناسان اولیه این کار کردن، جای اون رو در دوران اشکانی قرار دادن، جای منوچهر رو در تاریخ. پس ما اینجا یه عرقشه داشتیم که اصلشون به آفتاب میرسید و یعنی خیلی اول تاریخ، همچنان که این سوریا اسم بسیار قبلی جمشید هم هست که او هم همینجور رخشان بود مثل عرقشه ها. 1000 سال بعد از ودا بزرگترین حماسه بشری مهابهاراتا نوشته شده، میان سده 5 و 6 تا 4 و 3 پیش از مسیح، که داستان از سرچشمه های دیگری است بجز ریگودا. جالبه در طول 1000 سال یکی دو بار فرهنگ هندی پس از جدایی ایرانیان از هند ظاهرا آمدن بیرون، کوچ کردن به این طرف، بخشی از آسیای میانه، بخشی از قفقاز، بخشی از دو طرف درگاه خزر اومدن به ایران، بخشی از هند اومدن. با جدا شدن اونا این نشانه یک جور اختلاف فکریه
توی جامعه هندو ایرانی. به هر حال چندین بار این اتفاق افتاده اونجا، از جمله این چیزی که توی محاورات هاست خیلی با سرچشمه گرچه سرچشمش برای ما شناخته نیست، ولی خیلی با ریگ ودا مرتبط نیست. یک ترکیبی از فکرهای یا دینهای جدیدی که اونجا پیدا شده، نشانگر تحولی است در باورهای کهن. به هر حال یکی از قهرمانان آن نامی دارد که از آرش چندان دور نیست، ارجونا. اگر آرش زمانی در گویش ایرانی اراشته بوده باشد که نون آخر میدونیم که خیلی از اون کلمات که آخرشون شیره در پایان یه نون داشتن، خجسته بادا روشن، یعنی و خیلی از اینا که توی چیز شده خجسته بادا روش نون افتاده توی یک از شعرهای خیلی قدیمی. اسم ارجونا و اراشنا شبیه. اگر اراشنا رو یک مرحله فرضی بین ارخشا و آرش بگیریم، ارجونا یکی از 5 برادر پاندوهاست. در جنگ با پسرعموهایشان کوراواها بر سر فرمانروایی سرزمین، درست مثل جنگ پسرعموها در شاهنامه، یعنی تورانیان و ایرانیان که بر سر تقسیم سرزمین آغاز شد. ارجونا قوی‌ترین و بهترین تیرانداز است و سرنوشت جنگ به شرکت او در جنگ و تیرافکنیش وابسته، مثل آرش. کریشنا، ظهور دیگر ایزد ویشنو، می‌کوشد او را به جنگ با ناراستی ترغیب کند، حتی اگر پسرعموها یا خویش نزدیکش باشند. ما الان نمیتونیم بیش از این در مورد شباهت ارجونا و اراشنا پیش بریم مگر مدارک دیگری پیدا بشه، ولی همین الان من فکر میکنم در ساختمان محاورات ها و شاهنامه و در شکل ارجونا و اراشنا که من فکر میکنم در یک مرحله یک میانه بوده شباهت هست. به نظر میرسه یک خاطره کهن هندو ایرانی در روزگاران بعدی هر گوشه به صورت دیگری در آمده. سرزمین‌های کهن همیشه استعداد آن را داشتند که تاریخ را به اسطوره و اسطوره را به تاریخ تبدیل کنند. در دلایل زمینی را در آسمان بجویند و اتفاقات آسمان را در زمین جستجو کنند. و این نمونه است که جنگ‌های ایران و توران یکی می شود با جنگ باروری و خشکسالی. من خیلی راجع به جنگ باروری و خشکسالی نمیخوام صحبت کنم، ولی این یک اسطوره مادره توی ایران و در همه سرزمین هایی که کم آبن. توی ریگ ودا تمام اسطوره اصلی جنگ ایندرس با وریترا که اون ماردیویه که آب رو حبس میکنه و چند تای دیگه از اینجور کسان که مثلا گاو ها رو میدوزدن و حبس میکنن. آب یا گاو هر دو نمودار باروری هستند. یا زن ها رو حبس میکنن، گاو ها و زن ها رو میدوزدن حبس میکنن، آب ها رو حبس میکنن و جنگ ایندرا با اینا برای آزاد کردن ایناست. این اتفاق رو زمین هم میفته، این فقط در اسطوره نیست. در زمین هم قبایل کوچی، قبایل چادرنشین یا شهرنشین نشده حمله میکردن به آبادی ها، زنها و گاو ها رو میبردن. بنابراین اصلا این غیر واقعی نیست، هیچی در این اسطوره. گاو ها و زنها رو میبردن، هر دو به مان نیروی تولید و در واقع تمام قهرمانی بعدی پهلوان این بود که بره به جنگ اونا رو پس بزنه و زنها و چیز رو برگردونه و گاو ها رو برگردونه. معمولا نبودن اونا، رفتن اونا یک جور افت آبادی و پهلوان بود
و برگشتن اونا شادمانی، سور و نشاط. راجع به فواید اینا من نمیخوام صحبت کنم، لابد حتما میدونید. باروری متوقف میشد بدون زن و گاو و بنابراین این به معنای ستایش، نه به معنای خدای نکرده هیچ جور شباهت دیگری. این داستان هنوز توی ایران، توی غرب ایران بازی میشه، یعنی داستان گاوربایی یا گوربایی هنوز بازی میشه و این که زنا بازی میکننش و این که به طور چیز عده‌ای میدوان گاوای اون طرف رو میدوستن و بعد اونا میرن گاواشون رو پس میگیرن، هنوز توی غرب ایران بازی میشه. چندین سال پیش یک نمایشی با این مضمون در تهران روی صحنه رفت. من میخوام برگردم به این که بگم داستان آرش یا اسطوره داستان آرش در واقع اسطوره است نه تاریخ، و اگرچه هم که یک زمانی تاریخ بوده عملا تبدیل شده به اسطوره و اسطوره‌ای با همین مضمون، جنگ خشکسالی و باروری. میخوام ببینم در داستان آرش عنصرهای غیر تاریخی چیه. توی شاهنامه در بینوی خرد افراسیاب چون دیو خشکسالی بازدارنده باران است. در دینکرد سوم افراسیاب باد و خاک را به اسارت در می آورد. خاک یعنی باروری و باد همچنین، اینا دو تا از 4 عنصر باروری هستند که بدون اونا اتفاق تولید رخ نمیده. در شاهنامه افراسیاب بیژن قهرمان نرینه باروری را در چاه معلق و زندانی می کند و منیژه قهرمان مادینه باروری را به سوگ می نشاند، کاری که با سیاوش و فرنگیز نیز کرده. افراسیاب در یک اشتقاق لغوی و با شناسی لغوی را به معنای بازدارنده، حبس کننده معنی کردن، یعنی حبس کننده نیروهای باروری. یکی از بهترین داستانا در مورد توی شاهنامه در این جنگ افراسیاب که 30 سالی طول میکشه تا حالا منوچهر هر کس میمیره، زوتحماس به جاش میشینه. زوتحماس فقط 5 سال پادشاهی میکنه و این 5 سال یکی از بهترین دوره هاست. زوتحماس همه دیگه به تنگ اومدن، نان نمونده، خشکسالی محض، باران قطع شده، غیره غیره غیره. زوتحماس با افراسیاب صلح میکنه و قرار میکنن 1 سال صلح کنن. بلافاصله باران آغاز میشه، به فر زو و این نیت باران آغاز میشه، جویها به قلقل میفتن، تولید دوباره از سر گرفته میشه، شادمانی برمیگرده. زوتحماس کسیه که از دجله چیزو 2 تا آب یعنی زاب کوچک و زاب بزرگ رو میاره و آبها رو جاری میکنه و در حقیقت 5 سال بیشتر نیست، ولی نامش یکی از بهترین نام‌ها، نیکترین نام‌ها در شاهنامه است و خیلی منطبق بر آنچه که به طور آرمانی معنی شاهه توی شاهنامه، یعنی کسی که پشتیبان مردم و آبادی است. همه با این معنا تطبیق نمی‌کنن، اکثر اغلب تطبیق نمی‌کنن، او یکی از چند نفریه که با این معنا تطبیق می‌کنن. به هر حال نکته اینه که پس افراسیاب باران را نگه داشته بوده و حالا در این صلح به وقتی که این صلح اتفاق میفته و اینکه باران آغاز میشه و چیز میاد، پس اون باران حبس کرده بوده. درست مثل افسانه کهن هندو ایرانی ایندرا و دیو خشکسالی، اون چیزی که بعداً در شاهنامه و در فرهنگ ایران تبدیل میشه به فریدون جای ایندرا و ضحاک جای دیو خشکسالی. یک طرف داستان آرش افراسیاب بود که گفتم. طرف دیگه چی؟ یعنی طرفی که به آرش مربوطه، چه عناصر غیر تاریخی تو این داستان هست؟
دخالت سرنوشتی ایزد باد. توی یکی از اینا شنیدیم که باد تیر رو به حرکت در آورد. هوا یک عنصر غیر تاریخیه، یک عنصر اسطوره‌ایه. دخالت ایزد زمین اسفندارمس، یعنی بانوی زمین، که دخالت میکنه در ساختن و در چگونگی ساختن تیر و کمان. لحظه پرتاب کردن تیر که برآمدن آفتابه. و در کنار همه اینا آنچه که تاریخ به آرش میده، اصل ایزدی آرش که به عنوان یک پهلوان قرار نیست اون اصل ایزدی داشته باشه، ولی این چند منبع هر کدوم بهش یک چیزی میدن که اصل ایزدی برمیگرده. در بعضی از اونا گفته میشه دیندار و دینمرده. لازم نیست کسی که تیر میندازه حتما دیندار و دینمرد بوده باشه، باید تیر انداختن بلد باشه، ولی میگن دیندار و دینمرده. تو یکی از اینا میگن پیریه که فقط برای همین تیرافکنی زنده مانده بود و با افکندن تیر جان سپرد. تو یکی دیگه میگن جوانی تندرست و نیرومند بود که مرگ خود را پیشگویی کرد و با افکندن تیر جان داد. پیشگویی و آینده نگری و همه اینا، کسی که فقط برای این لحظه تاریخی زنده مانده یا جوانی که میدونه که با افکندن تیر میمیره، همه اینا بهش یک اصل ایزدی میده. بنابراین ما صاف از تاریخ میریم به سطح اسطوره. افراسیاب که نیروهای باروری رو حبس کرده و آرش که دارای اصل ایزدیه و در برابر اونه. این تقابل ما رو به سطح اسطوره میبرد و به حتی به آسمان میکشد، به ستاره شناسی. از همینجا من فکر میکنم آرش پهلوان آب و تجسم تشتر ستاره بارانه که امروز یا از گذشته دور تشتر رو تیر میخوانیم. اینجا همین جایی است که یک من اشکالات ستاره شناسی دارم، چون تیر در واقع یا تشتر ستاره بارانه، ولی ما یک تیر دوم هم داریم که اون به این ربطی نداره. اون عطارد این ستاره سیروس یا شعرهای یمانیه. توی آنچه بهش میگن 7 گذرنده یا 7 جنبنده، 7 ستاره روان و 7 ستاره ایستان، در واقع این 7 در چیز گندهش یه جا روبروی هم قرار میگیرن و این تیر در برابر اون تیر قرار میگیره. بنابراین شعرهای یمانی در قبال عطارد قرار میگیره توی اونجا. ما در واقع با این تیر کار داریم، یعنی تشتر رایومند فرهمند، اونجوری که یشت ها میگه، به ستاره بارانه. خب یک کسی دیگه هم هست ستاره بارانه و اون ایزدبانو آناهیتا است. توی یشت ها 2 یشت هست، یکی در ستایش تشتر رایومند فرهمند و یکی در ستایش ایزدبانو آناهیتا. ما در سرزمین خشکیم و اهمیت آب توی این یشت دیده میشه. نکته اینه فقط اونجا دیده نمیشه، در ادبیات ایران هم بعداً دیده میشه. ما میدونیم که در فرهنگ هندو ایرانی باستان سخن به ایزدبانو واک داده شده، اون چی که ازش کلمه واژه میاد. اسم واک در بسیاری از جاها توی این فرهنگ این منطقه باقی مونده. روی واکسو یا سیهون، روی واژه واکه، صدها اسم که حالا نمیخوام به چیز کنم، حتی واقع سگ، چون خیلی بسیار چیزها، شاید 200-300 تا نامی در فارسی بتونیم پیدا کنیم که به واک برمیگرده. ایزدبانو واک بعداً تجسمش در هند شد سراسوتی و در ایران آناهیتا. ایزدبانو واک خدای آب هم بود و در واقع به نظر میاد که این تصور بود، این تصور درست بود که زندگی از آبه، حیات انسانی
از آبه. پس آب سرچشمه زندگی است، آغاز آبادی، یعنی هر جا که آب هست آبادی هست، پس فرهنگ هست، پس دانش هست، پس سخن هست، پس نگارش هست. در شعر فارسی بارها تیر و ناهید چون سرچشمه سخن و نگارش ستوده شده اند. من توی هزار افسان کجاست تعداد زیادی از این شعرها رو آوردم. فکر نکردم اینجا لازمه دو مرتبه بگم. این شعرها اونجا هستن، میتونین ببینید. اینطور که پس پیداست اگر ایزدبانو واگ سرچشمه سخن یا آناهیتا یا تشتر ستاره باران و سرچشمه سخن آسمانی و ایزدی است و در فرهنگ ایرانی باستان، فرهنگ هندو ایرانی باستان، خدایهای بزرگ، خدایان بزرگ رو بهشون میگفتن دعوا. دعوا هم در بسیاری زبانها هست که لازم نیست بگم، از دیوی فرانسه تا زئوس یونانی تا تئو تا خیلی بسیار چیزایی که حالا لازم نیست یکی بگم. به هر حال با جدا شدن ایرانیان از هندیان، دعواها در ایران شدن دیوها. یعنی همیشه برعکس شد، همچنان که خیلی چیزهای دیگه هم برعکس شده. برای همین در شاهنامه سخن در دست دیوان است. اگر شاهنامه رو دیده باشید، طهمورث دیوها رو در بند میکنه و اونا رو ناچار میکنه تا سخن رو آزاد کنن و اونها ناچار میشن 33 گونه زبان به طهمورث بیاموزند. دو مرتبه همونه. دیوها سخن رو که با آب مربوطه در بند کردن و حبس کردن. وظیفه شاه، پهلوان و هر کس توی فرهنگ ایران اینه که با در بند کردن اونا هرچه به آبادانی مربوطه و از جمله روشنی، فرهنگ، سخن و غیره رو آزاد کنه. این فقط وظیفه یک تن نیست، وظیفه هر کسیه توی فرهنگ ایران. این نکته به نظر من نکته گوهری و اصلیه توی اساطیر ایران. یعنی فرهنگ مادر توی ایران اینه. همه داستان ها آخر سر و همه تاریخ ها آخر سر تبدیل میشن به همین. کسی که نماینده خشکسالیه و کسی که قراره با خودش باروری رو بیاره. البته ما بارها فریب اینم خوردیم، چون کسانی در این اسم و در این شکل اومدن یا کسی رو در این اسم یا این شکل بیرون کردن. به هر حال این اتفاق تاریخی بارها اتفاق افتاده. همواره دیوان خشکسالی نیروهای باروری و روشنایی و سخن نیک و مانندهایش را حبس میکنند و شاه یا پهلوان با دربند کردن دیوان آنها را آزاد میکنند. به نظر من حتی فیلم فارسی هم در واقع همین رو داره دنبال میکنه، چیزی بیشتر از این نیست. یک آدمای بدجنسی و آدمای خوشجنسی، یعنی تا این حد تقلیل پیدا میکنه اسطوره کهن، اسطوره‌ای که انقدر حیاتیه. داستان آرش هم به نظر من در سطح اسطوره‌ای همینه. راجع اهمیت آب و باران در سرزمین کم آب، من سعی نوشته دارویش هخامنشی رو میخونم. میگه باشد که اهورامزدا این کشور را از دشمن و خشکسالی و دروغ برهاند. خشکسالی با دشمن و با دروغ یک جا آمده. ما کمی بد نیست که ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه. اهمیت ستاره باران به عنوان اصل باروری یا شرط و لازمه باروری در تیرگشت یا در تیشترگشت دیده میشه. بند 50 تیشترگشت میگه اهورامزدا ستاره باران تشتر را همتای خود آفرید. من آن ستاره تشتر را در شایستگی ستایش، در برازندگی نیایش و برازندگی درود و آفرین برابر با خود که اهورامزدایم بیافریدم. یعنی خدا اونو در حد خودش میگه در اون آیین. بند 53 و 54 میگه برای پایداری در برابر دیو خشکسالی و چیرگی بر او.
بنابر برهان قاطع، فرهنگ برهان قاطع، هر وقت ستاره تشتر از آسمان سر بزند مژده ریزش باران است. تشتر معمولا اواخر تیر ماه در آسمان پیدا میشه و توی مرداد و شهریور یا مرداد و شهریور میدرخشه، ولی این کافی نیست. در همه دین ها ایزادان نیازمند نیایش ما هستند و توی ایران یا سرزمین‌های کم آب که این بیشتره و این سرچشمه باران خواهی، نمازهای باران، نیایش‌های باران و غیر است. چه هنگام تشتر شکوهمند سرخ برخواهد آورد، چه هنگام دیگر بار چشمه‌های آب به نیرومندی ستبری شانه اسبی روانه خواهد گردید. این از تشتریشته. تشتر میگه اگر مردم در نیایش مرا نام برند و بستایند، من با جان درخشان و جاودانه خیش به دیشان روی آورم و در زمانی از پیش باز نهاده به هنگام 1 یا 2 یا 50 شب فرا رسم. این بدان معنی است که اگر باران نیاد یا دیر بیاد، از اینه که ما تشتر رایومند فرهمند را درود آفرین نفرستاده ایم و خوشنود نکرده ایم. همین از فلسفه همه نمازهای باران، نمازهای وحشت، آیین‌های باران خواهی در کشوری که تشنه آب است. برابر تشتر گشت در دهشب نخست تشتر رایومند فرهمند به سان پسر جوان 15 ساله درخشان در آسمان به پرواز درآید. ما میدونیم که در واقع انسان زیبا با کمال و بیگناه همیشه به صورت پسری جوان یا دختری جوان 15 ساله تصور شده توی اساطیر ایران. در شب دوم چون ورزاو زرین شاخ، یعنی گاو زرین شاخ، در آسمان به پرواز درآید و در 10 شب سوم چون اسب سفید زیبایی با گوشها و لگام زرین و به سوی درگاه فراخ کرد میشتابد تا آب برگیرد. دیو خشکی، دیو اپوش به شکل اسب سیاهی مهیب با گوش و یال و دم و کل بریده بر او میتازد. خب ما برگشتیم به اسطوره هندو-ایرانی باستان، جنگ باروری و خویساری، جنگ فریدون و ضحاک، جنگ ایندرا و وریترا. خب تصویر فوق‌العاده‌ایه. بر فراز درگاه فراخ کرد 3 شبانه روز اسب سفید، تشتر رایومند فرهمند و اسب سیاه دیو اپوش می جنگند. تشتر شکست می خورد و 1000 گام از درگاه فراخ کرد به دور رانده می شود. می نالد اگر مردم مرا در نیایش ها یاد می کردند، من نیرو می گرفتم و بر دیو خشکی چیره می شدم. اهورامزدا فریاد او را شنید و او را توانایی بخشید. او دوباره میتازه 3 شبانه روز دیگر بر فراز درگاه فراخ کرد. دیو اپوش چون اسبی سیاه و تشتر رایومند فرهمند چون اسبی سفید در آسمان می جنگند. تشتر رایومند فرهمند پیروز می شود و دیو خشکی را 1000 گام از درگاه فراخ کرد دور می راند. بانگ شادی برمی آورد که خوشا به من، خوشا به دین مزدا، خوشا به آبها و گیاهان، خوشا به مردمان. پس باران و تگرگ خیزد و فرو ریزد. حالا میرسیم از نو به داستان آرش. همچنان که گفتم، اگر درست گفته باشم، آرش یادآور و تجسم انسانی تیشتر ستاره باران است. در واقع پهلوان باروریه. تیرتشت بند 3 میگه تیشتر ستاره رایومند فرهمند را می ستاییم که تخمه آب در اوست. تخمه هم میخونن اینا که تخمه آب در اوست. 2 مرتبه برگردیم و ببینیم عناصر اصلی اسطوره چیست. 1.
آرش اصل ایزدی دارد. جنگجوی کشاتریای باستان با دیرمرد مقانی یکی شدن. یک کشاتریا و یک مغ با هم یک جای گرد آمدند. سه چهره‌ای که قبلا گفتم، پیر زنده مانده برای فقط همین جنگ، جوان آماده مرگی زندگی بخش و پیشگوی مرگ خود، پیوند با اصل ایزدی وی را نشان می‌دهد. دو کوه. آرش بر کوه می‌رود که جای درخشش تشتر ستاره باران است و با رفتن بر کوه به اصل ارخشه ودایی خود نزدیک می شود، یعنی به آفتاب، و تیر را در سر زدن آفتاب به امید روزگاری نو می اندازد. 3. کمان. اسطوره در ستایش این ابزار مردمانه دشمن افکن است، در واقع دور کننده دشمن، چرا راه دور میتونه به دشمن بزنه. اما همین کمان خودش با شکل خمیده اش تصویر و تجسم کوه است. شکل کمان فکر کنید، هم اینطور و هم اینطور که تجسم کوهه. ایزدبانوی زمین اسفندارمس پشتیبان کمان است و میگوید آن را چگونه بسازند. 4. تیر. آنچه پریان خشکسالی را در هوا میزند و میاندازد. شهاب تیزپر که در ترجمه ستاره دنباله‌دار نوشتند و من آن را تیرتخش میخوانم، یعنی تیر آتشین خشکسالی. تیرتشت بند 8 میگه تشتر رایومند فرهمند را می‌ستاییم که بر پریان چیره شود، که پریان را بدان هنگام که نزدیک دریای فراخ کرد به پیکر تیرتخش ها در زمین و هوا پرت می‌شوند، در هم می‌شکند. ایزد باد وایو که نقش سرنوشتی دارد پشتیبان تیر آرش است. تیر آرش برعکسه، اون تخمه ها یا تخمه های خشکسالی رو میزنه. 5. نهر یا جیهون یا دریا که تیر بر آن می‌نشیند، نشان دهنده هدف اسطوره یعنی آب است و پیوند تشتر و ناهید. 6. مرز. درخت که تیر بر آن می‌نشیند، گردو یا گز، نخستین و نمایان‌ترین نماد باروری است و هدف اسطوره. در همه اسطوره‌های ایرانی پهلوانان و شاهان و ایزدان و مردمان مرز تا مرز نگهبان سرسبزی کشورند و درختی را مرز نهادن یا رودی را، هر دو به همین معناست. بازگشت و درخواست باروری. خب تا اینجا اگر سوالی هست بگیم، چون من میخوام موضوع رو عوض کنم. بله بله بله. شما یه چندین دفعه اشاره کردید به رابطه ایرانیان و هندوهای هندوستانی ها. من دوست داشتم این مقدار بیشتر بدونم راجع به این. یکم بلندتر میگه که من تکرار نکنم. من خواستم بدونم چه اختلافات فرهنگی و یا دیدگاهی بین ایرانیان و هندوها بوده، یک. و دوم اینکه اون داستان کلیله و دمنه از لحاظ متن تاریخی با صحبتی که شما دارین میکنید کجا قرار میگیره؟ داستان کلیله و دمنه اصلا مال یک تاریخ دیگه است. گفته میشه مال دوره انوشیروانه، در حالی که فرهنگ هندو ایرانی باستان همچنان که در ریودا گفتم یه چیزی مال 1700 سال تا 1100 سال ریگودا قبل از تولد مسیح. بنابراین ما داریم راجع دو تا دوره تاریخی متفاوت صحبت میکنیم. در این فاصله خیلی تحولات اتفاق افتاده
ما می‌دونیم که زرتشت یک بازنگری در آیین مغان کرد. گفته میشه، تصور میشه و منابع نشون میده که اگر در آسیای میانه اینا سرزمین مشترکشون بود، جایی که ایران ویج میخوندنش، یا اگر در جنوب سیبری تا اطراف دریای خزر سرزمین پراکنده بودن تا حوالی رود دانوب و تمام اینجا رو ایران ویج میخوندن که ظاهرا بر اثر یا سرما یا اتفاقات زمین شناسی یا اختلافات درون خودشون یا حمله اقوام دیگر رو اینا پراکنده شدن، ولی یه اتفاقی در درونشون هم افتاده و اون تحولات فکریه. اون تحولات فکری احتمالاً حرکت انسان از بسیار خدایی کم کم به سوی تک خداییه، یا اینکه در واقع می‌دونیم منافع اقوام، اینکه اقوام به خدایان مختلفی ایمان دارن و به خدایان مختلفی قسم میخورن، یا اینکه با خدایان مختلفی برای خدایان مختلفی آیین اجرا میکنن. یکی از نمونه‌های درخشانش توی شاهنامه و توی ایادکار زریرانه. موقعی که می‌بینیم اصلا رسما اونجا هست که زرتشت آمده و تورانیان که در آسیای مرکزی هستند و پسرعموهای ایرانیان، چون بخشی از تورانیان در واقع برادران ایرانی هستند، یعنی که از اقوام ایرانی هستند، تا قبل از اینکه اصلا توی دیگران حلشن، اونها که از اقوام ایرانی هستند. بعد اختلاف دینی اینا رو از هم جدا میکنه. اصلا پیام اعجاز توی یادگار زریران و توی شاهنامه هست که به گشتاسپ میگه که این پیر چیز رو از درگاهت بیرون کن، به آیین مغان برگرد تا بار دیگر سر سفره بشینیم و آیین‌های مشترک با هم چیز کنیم، برگزار کنیم. و چندین بار به زرتشت فحش میده که اونجا هست. پیر خرف فلان چیزهای مختلفی میگه. زرتشت در واقع خیلی از چیزهای عقاید و باورهای مغان رو تغییر داد. در تاریخ اوستا میگن که چجوری بعد از زرتشت دو مرتبه بسیاری از این عقاید برگشت که توی یشت‌ها دیده میشه. گفته میشه که گاهان که مال زرتشته خیلی قدیمیه، ولی یشت‌ها که بعداً دوباره به آیین برگشت از اونم قدیمی تره، یعنی مال آن آیین مشترک پیشینه. بنابراین اتفاقات فکری، اختلافات در واقع سود قبیله ها، دعواهای فرمانروایی و غیره و غیره، چیزی که به نظر میاد بعدها توی داستان فریدون انعکاس پیدا میکنه. پراکنده شدن اقوام از هم، پراکنده شدن برادران از هم و آغاز جنگ بین برادران و پسرعموها. بله. یکی از عواملی که برای اسطوره بودن داستان آرش بود به نظرم هرچی بلندتر بگین که دیگران هم بشنون، جوابای من کمتر بی‌معنی به نظر میرسه. یکی از اون عواملی که برای اسطوره خواندن این داستان آرش شما اسپورده، اگر درست شنیده باشم، زمانش بود که برآمدن آفتاب هست. بله. من می‌خواستم بدونم به چه دلیل برآمدن آفتاب دلیل بر اسطوره بودن؟ نه اینکه اون کمک میکنه به دلایل دیگه. و ببینید یه آیین کم شناخته‌ای داریم که همیشه اسمش رو شنیدن و شنیدیم که تا امروز حتی زنده است. آیین مهری. اسطوره آیین مهری در اطراف مرگ هر روزه مهر و باززایی هر غروب و باززایی او در سپیده‌دم فرداست. آرش در این سپیده‌دم تیر میندازه که مال باززایی مهره. بنابراین این یک لحظه اسطوره‌ایه.
ما میدونیم که توی ایران خیلی از جشن‌ها شب زنده‌داری‌ها همینه، از غروب آغاز میشه و تا صبح تموم میشه. حتی این کاری که من اجرا کردم، کار جان و بلادور، در اصل قراره که از غروب شروع شه و صبح تموم شه. جشن‌های عروسی اینطوری میگن و خیلی از جشن‌های مثل خط سوران غیره غیره، به خصوص جشن عروسی و غیره چون به باربری مربوطه. توجه میکنید؟ توی حتی تعزیه این لحظه ها مهمه. لحظه سر ظهر که اوج قدرت مهره، یا کله سحر سپیدیدن توی نمازها و توی کران زدن توی آیین‌هایی که تا همین اواخر بود توی ایران، صبح و ظهر و غروب زدن، تمام اینا آیین مهری برمیگرده. درویش‌های کهن به اونجا برمیگردن که بعد از اسلام، آمدن اسلام توی خارج از ایران بین اعراب ساسانیه خونده شدن. داستان‌های ساسانیه رو توی مصر و اینور و اونور داریم. می‌دونیم که این تا امروز زنده است. حتی می‌دونید به صورت علی اللهی غیره 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 باقی توی مراسم زورخانه غیره و خیلی چیزهای دیگه که اگر بخوام اسم برم خیلی طولانی است. برای این لحظه چیز دادن لحظه اسطوره‌ایه. سپیده دم، سر ظهر و غروب. غروب مرگ هر روزه مهره، سپیده دم تولد دوباره او و در تولد و سر زدن روز نو است که اون تیر رو میندازه به عنوان اعلام یک چیزی. خب مجبورم نیستین داشته باشه سوال بگید نداره آب خودتون رو خلاص کنید. بله بفرمایید. شما گفتین که کلا من بلند گفتم. شما تو تحلیلاتون کلا از اسطوره‌ها همونطور که الان هم اشاره کردین مبنای نبرد پهلوان باروری با اژدهای خوش‌سالی رو گفتین یا اسطوره مادره. حالا در مخصوصا منطقه ما. من میخوام بدونم با در نظر گرفتن اسطوره‌ها در سطح جهانی اسطوره مادر دیگه‌ای رو میشناسین حتی مربوط به اقلیم دیگه‌ای، چون اگه تفاوت‌های اقلیمی انقدر تعیین کنندگی دارن، مثلا در یک جاهایی که به اندازه ایران حالا خشکسالی مسئله نیست، باید اساطیرشون به شدت متفاوت باشن یا همچین چیزیه یا آره اونا ببینید در جاهای پر آب این همه این مسئله نیست. می‌دونید ولی شکل‌های اسطوره متفاوتن. من فکر می‌کنم که جغرافیا میتونه تأثیر کنه توی شکل اسطوره. توی ایران خیلی مهمه. ظاهراً بین هند و آریاها این مهم بود برای که این اسطوره مادر توی ریگ است و در تمام قصه های مادران، مادر بزرگان وقتی تحلیلش میکنیم میرسیم به این. توجه میکنیم و نمیخوام که حالا وارد این بشم، برمیگردیم به این. ولی نکته خیلی مهم اینه که این تاریخ‌هایی که من بعضی تیکه‌هاشو خوندم اینا قرن دوم بعد از اسلام نوشته شدن تا قرن 5 و 6 بعد از اسلام و می‌بینید چقدر عناصر اسطوره توشه، اسطوره‌های پیشین توشه. اسفندیارمذ توی ابوریحان بیرونی میگه که حاضر شد و گفت چگونه کمانو بسازن. ما این یعنی 5 قرن بعد از اینکه اسلام اومده. طبری داره میگه که چگونه و کی و چه اتفاقاتی افتاد که اون 2 قرن بعد از اسلام، اونم طبری که اون هم آدم متعصبیه در اسلامیت خودش و همه چی رو در اون چادر زیر اون چادر میبره. بقیه همینطور میبینید مثلا چجوری ملکی این تیر رو گرفت و برد. هیچ ملکی غیر از باد یعنی وایو نیست که توی ایران باستان همین نقشه داره، همین نقش تعیین کننده رو داره در بشه و وایو یکی از 4 عنصر آب، خاک، باد، آتشه. یعنی اگر 4 عنصر باروریه، اسفندیارمذ که دیگه شه. آبی که در پایان اونجا میشینه معنا داره، درختی که اون بهش میشینه معنا داره، همه چی توی یه ترکیب اسطوره‌ای معنی داره. خب من در واقع میخوام بیام به دوران جدید، به دوران خودمون. همچنان گفتم بگم که اسطوره چقدر میتونه تجدید معنا بکنه خودشو در دوره‌های مختلف. همچنان که در دوران ما گفتم که سیاوش کسرایی شعری رو گفت که به نظر من خیلی مهمه، بیشتر به خاطر اصلا کاری که کرد.
نقد ادبیش با دیگران، نقد اجتماعیش و غیره، چیزیه که نشون میده که یک معنای جدید داره توش پیدا میشه، یعنی یک معنای امروزی. اون داره همین دعوا رو به امروز میاره، داره همون داستان رو تعریف میکنه، داستان این که ایرانی‌ها به بنبست رسیدن، همه چی به یک تیر واگذار شده. توی داستانی که سیاوش کسرایی ساخت، دو چیز خیلی مهم هست. یکی به نظر من اون در زمان این کار کرد که اصلا اسطوره و در جای این کار کرد که اسطوره برای اون به هر حال با نهضت چپ در نهضت چپ رشد کرده بود و در نهضت چپ اسطوره چیز بود، منتفی بود، بی معنا بود، غیر علمی بود و در واقع نمیخوام بگم که معنی بود ولی تمسخر میشد. این چیزها خیلی هم عجیبه که در همون دوره ولی اساطیر مثلا توراتی توی ایران توی بعضی از آثار هست و کسی حرفی راجع به اونا نمیزنه، یا توی ادبیات غرب، ولی راجع به اساطیر ایران چون یک جوری به شاه برمیگشت همیشه این نفی وجود داشت. به هر حال اون یک داستان میگه که راجع به شاه نیست، اون اسطوره است، ولی کاری که میکنه به نظر شجاعانه است که اصلا در حالی که در نهضت چپه اصلا از اسطوره میگیره. ولی آنچه که اون گفت 3 تا عکس‌العمل برد. به نظر من این عکس‌العمل‌ها تعبیرای متقابلن. یک اینکه اون در شعر نو اسطوره رو ساخته بود، کاملا امروزی شده و اونچه که چی ساخت، مرداد اوستا ساخت، در واقع عکس‌العملی است که در شعر کهن این داستان رو تعریف کنه. بنابراین یکی نادر ابراهیمیه که آرش در قلمرو تردید نوشت. این داستان کهنه، اون آوردش به امروز. اینان اینکه آرش یک سردار یا یک سرباز امروزیه که بند پوتینا شایمنده از کوه میره بالا و برای یک بار در زندگی به نظر من ناگهان نفهمیدم، نمیدونم چرا نادر ابراهیمی یهو جهان وطن میشه. نادر ابراهیمی در همه برهه‌های زندگی که گاهی با تأخیر پیش و پس خیلی میهندوست و اینا بود ولی در این اسطوره ناگهان جهان وطن میشه. آرش میره اون بالا و بعد برمیگرده بدون که تیری بندازه و میگه من از اون بالا مرزی ندیدم. خب خیلی پیام مترقی است ولی اسطوره رو عملاً کنار گذاشته، نه اینکه اون اسطوره رو داره میگه، در قبال قدمت اون اسطوره یک اسطوره جدید میسازه، نه اینکه اون رو تعریف میکنه. یکی اون چیزی که من نوشتم که یک جور چالشیه، حالا گذشته از اینکه اون در شعر مال من در نثر، ولی اون چیزی که من نوشتم در واقع یک جور چالشیه با دو فکر، یکی پیدا شدن قهرمان و یکی با بی اشتباه بودن مردم، با اسطوره مردم و با اسطوره قهرمان. در حالی که در جهان چپ و سیاوش کسرایی خیلی رئالیست بود، ولی وقتی میرسه پیدایش قهرمان یک فانتزی یا یک تخیل خیلی شاعرانه، خیلی در واقع اونجا پیدا میشه، جمعیت به خودش میپیشه و به خودش چیز میشه، سر صداها بالا میره و از مثل صدف از خودش گوهری بیرون میده. این عملا منو یاده که هیچی نمیاندازه غیر از اینکه ما همچنان الان داریم اسطوره میسازیم و در حقیقت اسطوره‌ای که او میسازه با یه فکر دیگه ای تموم میشه. در پایان اون تیر رو ول میکنه، همه چی آزاد میشه و همه چی درست میشه و پای این داستان بچه ها میخوابن. من نمیفهم چرا بچه ها پای خوابشون بره، ولی یک چیزی که منطبق است مخبر داستان انتظار ما رو به این معنی میبره که هر زمان لازم است، همچنان که در مقدمه بهازین میگه که هرگاه لازم است مردم از خودشون قهرمان خودشون رو میسازن. این چیزی نیست، دو مرتبه رفتن در لاک انتظار، همچنان که هدایت میگه پس پامونو بزنیم به سینه تیفال
و منتظر شیم که خب هر وقت لازم شد جمعیت قهرمان خودش رو میسازه. بنابراین چیزی بر گرده ما نیست. من نوشتم، البته اون منظورش نبود ولی این منظور در اومده از این. غیر ممکنه که او خواسته باشه اینو بگه، این در اومده از این. اونچه که من نوشتم در واقع چالشیه با این فکر، اینکه در واقع نمیخوام بگم که این مکانیزم رو به کار برم. مکانیزمی که اون نشون میده در پیدا شدن قهرمان چیزیه که چیز میکنه، ناگفته میذاره، اونو به صورت یک جور رؤیا در بیاره. من سعی کردم که بشکنم در بیارم به صورت اینکه چجوری از خوب و بد ما و از شرایط و اتفاقات یک دفعه یک کسی در جایی قرار میگیره که اصلا فکر نمی‌کرد یا ما فکر نمی‌کردیم اون در اونجا قرار میگیره، جایی که تصادفاً با خواسته های ما منطبقه و ناگهان اونو یعنی برای ما تبدیل میشه به قهرمان. این سه عکس العمل خود نوشته چیز نشون میده که همچنان در این داستان معناهای نو پیدا میشه و همچنان اسطوره زنده است. و حرفم تموم شد. بنابراین اگر سوالی نیست همه بریم خونه ها. خیلی متشکرم. من داستانی که شما از این تعبیری که شما از داستان آرش در آوردید و اینکه شخص به اصطلاح مردمی بود و اولا اون که اصلا تیر انداز نبود که خب شخصا خیلی خوشم اومده بود، ولی در مقایسه با مثلا داستان دیگری مثل آقای ابراهیمی که میره بالای کوه و تیراندازی میندازه میاد پایین، به نظر من حالا از نظر شخص خواننده نوعی این دوتا هر دوتاشون یک نوع به اصطلاح یک کار هنری هست، یعنی نوع خلاقیتی هست و هر دو از یک بستر یک داستان قدیمی موضوع جدیدی رو معرفی میکنن. ولی تصورم از صحبت شما این بود که بین این دو تفاوتی قائلید. نه، من گفتم که اون امروزی میگه اون داستان اصلا میذاره کنار، این داستان جدید اسطوره جدید میسازه که متعلق به الانه و اینو گفتم، نگفتم که هر کدوم از این 4 تا از نوع اسطوره خودشون رو خلق میکنن. اسطوره سیاوش کسرایی اون چیزیست که او با تصور از قهرمان و مردم خلق میکنه. اونچه که من ساختم تصور منه از قهرمان و مردم، از موقعیتی که مردم توشن و یا قهرمان ازش در میاد. اونچه که نادر ابراهیمی میگه اینه که اصلا در این زمان دیگه مرز معنا نداره، ما اصلا داستان میذاره کنار، یه چیز دیگه ای میگه. اونچه که مرداد اوستا میگه یک ستایش قهرمانیگریه و بیشتر یک آزمونه در شعر کهن که آیا میشه این داستان رو در قالب شعر کهن خراسانی از این 4 مصرعی های مصمت یا هر چی هستش فلان گفت که خیلی هم به نظر من کار تجربه معنیدار و درستیه، ولی میخوام بگم چجوری اسطوره همچنان داره زندگیشو توسط معاصرین ادامه میده و ممکنه بعد از ما کسان دیگری چیزهای دیگری بنویسن، کارهای دیگری بکنن. فقط این در معنای اینه که چجوری اسطوره هرگز پایان نمیرسه و هر زمان خودش رو تبدیل میکنه به چیزی که زمانه معنای خودش رو در اون پیدا کنه. بریم. من اجرایی که با خانم شمسایی و آقای نامجو آرش اینجا بودم و از صحبتهای شما هم یادم میاد تا حدودی بعد از اون اجرا. الانم که راجع به آرش صحبت کردیم و اون نمایشنامه که خودتون نوشتین، به احساس من این بود که شما اصلا اعتقادی به اسطوره ندارید، یعنی دوست دارید اسطوره رو بشکنید. همون کاری که تو اون نمایش هم کردید، آرش اشک می‌ریزه، ناله می‌کنه. خب این چیز خوبیه، ولی من یک تفاوت خیلی باریک می‌بینم بین اینی که ما اسطوره پروری نکنیم تا یه اسطوره رو بشکنیم. درسته این کاملا میتونه این نظر شخصی باشه، ولی می‌خواستم چقدر مثلا واجبه یک چیزی که مثلا توی یه فرهنگ اسطوره است
ما بیایم مثلا یه جوری بنویسیم که آقا نه این اصلا اسطوره نبوده و مثلا مثل ما بود و عجز و ناله می‌کرده. این که داره فرق می‌کنه با اینکه یه شخصی که مثلا 100 سال 200 سال پیش کلمه عجز و ناله یادتون باشه چون من بعداً بهش برمیگردم. تا اینکه مثلا یه شخصیتی رو مثلا همون که برشتن مثلا اسطوره نپروریم ما هست کسی که زنده هستن هیچ که اسطوره نیست. ولی خب شخصیتی مثل آرش که تو تاریخ ما همه اینا اسطوره است. تقریبا کسی اعتقاد نداره که آرشی وجود داشته که داستان اسطوره. آیا بازم لازمی که مثلا متن نوشته بشه داستان نوشته بشه چقدر مثلا صحیح میگه که بیا الان بشکنه. ببینید هیچ از تصمیم نمیگیره اسطوره بشکنه. هر کس تصمیم میگیره اسطوره رو از نو تعریف کنه و بدونه که بخواد در همون حال در حال اسطوره شکستن و اسطوره ساختنه. در حالی که ما حتی ضد اسطوره باشیم دائم و هر روز داریم اسطوره میسازیم و اسطوره میشکنیم. من نمیخوام مثالهای معاصرش رو بزنم ولی این چیزی گفتین عجز و ناله به نظر من خیلی عجیبه. این یکی از انسانی ترین چیزهاست. رستم مگه فریاد نمیکنه؟ رستم در یکی از زیباترین صحنه‌های تو شاهنامه که تنهاست هیچ کس هم نیست ساز میزنه و یه تیکه میخونه که تنهاتر از رستم کیه در جهان؟ من اجنالی من اگه جنس دیگه میفهمم و موقعی که پسرش میمیره ناله میکنه گریبان میداره. اصلا اینطور نیست که شخص اسطوره‌ای فلزیه، انسانه. توجه میکنید یا انسانی که اسطوره شده توجه میکنید یعنی در تاریخ و در بازنویسی ها و اینا ظرفیت یک اسطوره درش دیده شده ولی قالب انسانیش و وجود انسانیش اگر گرفته بشه تبدیل میشه به یه چیز خشک سرد باور نکردنی. نکته خیلی مهم اینه که اینا انسانه و اگر نباشن اینقدر دور از دست رسن که دیگه یعنی ما هرگز به اونا نمیتونیم دست درازی کنیم، یعنی دستمون دیگه بهشون نمیرسه. این کار بدیه که با پیامبران اولیا و غیره میکنن. اینقدر بزرگشون میکنن که حتما باید یه واسطه این وسط باشه. اینقدر دوره که به یک طبقه واسطه نیازه که اونا با اونا ارتباط داشته باشن، اونا ما بگن چطور. اصلا همچین چیزی نیست. در حالی که دوره ای اصلا این نیست. هر کس با خدای شخصی خودش حرف میزد و از خدای خودش نیرو میگرفت، با خدای خودش مکالمه داشت. من میخوام بگم چقدر میشه در مورد اسطوره و باورهای مردم اشتباه کرد. اگر اسطوره رو بخش انسانی اسطوره رو ازش بگیریم مثلا معناش چیه دیگه؟ این کمیک بوک هاست، این آدم آهنی هاست که اسطوره های جهان صنعتیه که میزن میره هوا در یک کشور دیگه مثلا میاد پایین یه ادار میزن و برمیگرده یه جای دیگه. توجه میکنیم؟ میخوام بگم که این صداهایی که در مردم ساوند افکت نبود. آره من به اختیار یاد فیلمه افتادم و فیلمه در سرم این چیز رو خودش رو پروژکت کرد. هیچ هم چیز قصدی نداشتم که چیز کنم. نکته مهم اینه که حتی در اینا در داستانهای شاهنامه انسانی ترین این چیز که گفتم بهرام بود انسانی ترین صحنه هاست. داستان رستم و اسفندیار رو بخونید و اصلا سرنوشت اسفندیار رو که اسطوره و پهلوان زرتشتیه یک روز خوش نداره. کاری که پدر باهاش میکنه توجه میکنه تا بالاخره میفرستنش به داماد مرگ که نشون میده انسان حتی معتقدترینش اون اولین چیز باورمند به زرتشته و خیلی شاه مهمیه توی چیز حتی او ولی از امیال انسانی خودش و از آن منش انسانی خودش که میتونه پر از شر باشه و میتونه پر از در واقع خودخواهی و خودپرستی و خودبینی باشه گریز نداره. جنگ این خودپرستی خودبینی و یعنی اون چیزی که توی عرفان میگن سگ نفس و در واقع اون چیزی که در انسان میتونه آسمانی باشه و میتونه سگ نفسش اونو به قعر دو چیز ببره. بهشت دوزخ همین وضع دارم برای ما.
ما بین بهشت و دوزخ در حرکتیم، میتونیم اون رو این باشیم. اسطوره ها از این چیز نیستن، از این بری نیستن. اونا وجه انسانی دارن، خودپسندی دارن، اشتباه دارن. آنچه که شما میگن اجرا به صورت یه چیز تمسخرآمیزی در اونها ممکنه به صورت حماسه در بیاد. همین ارجونا که گفتم تمام باگواد گیتا بر اساس شک اونه، یک شک که میگه که چون به دشمنان مینگرم اینا همه پسر موهای منن، من چگونه تیری بینشون بندازم و شک این که آیا بجنگه یا برگرده. بنابراین اسطوره از هر چیزی در میاد که یک ریشه انسانی بین همه داره. بله. من جان این سوال رو میخوام وقتی خیلی از ایرونیا دارن اینکه اصلا این چه چیز اجتماعی ما داریم ایرونیا، چون اکثر اسطوره های کشورهای دیگه یونان و هند همه اسطوره ها اساطیرشون برای آدمای معمولی هست، اکثرشون به این جایی رسیدن. من فکر کنم شاید ما یه ایرونیا یه جوری بزرگ شدیم با این اسطوره که فکر کنیم حتما اسطوره باید یه چیز دست نیافتنی. نه تمام به نظر من تمام چیزهای اسطوره ها و حتی ایزدان هم از روی ما ساخته شدن. تورات رو میخونیم، یهوه سر سفره میشینه، نهار میخوره، کشتی میگیره، یهوه قرار خدای بزرگ باشه، کشتی میگیره. یهوه 100 بار توی تورات عوض میشه، گاهی صفاکه، گاهی مهربانه، گاهی هر چیزهای مختلفه. ببینید چقدر اگر ترسیمش کنین تمام خصوصیات و ضعف و قوت‌های انسانی داره. در مورد به نظر من مرگ و بازایی مهرم در واقع این همون داستان رستاخیزه. ما راجع مرگ انسان و امید بازگشتش داریم حرف میزنیم. تمام اینا ساخته شده از روی آناهیتا، از روی دختر جوان دوشیزه ساخته شده که چگونه هم فریبنده است، هم دوست داشتنی، هم فلان، هم چطوره، هم چطوره. بعد اینو به صورت همیشه دوشیزه که سرچشمه این شادی شادکامی فلان است، از روی یک بشر ساخت، از روی نمیخوام از روی یک بشر، از روی خواسته های بشری ما، آرمان های بشری ما و نمونه های بشری ما ساخته شدن همه اینا. هیچ کدوم از جای دیگه نیومده. شما اسطوره رو چی تعریف می‌کنید؟ اصلا تعریف نمی‌کنم. اصلا وقتا با تعریفی که هنر چیست و هنر اجتماع یا هنر برای هنر در زندگی طرف نکردم. متأسفانه نادر ابراهیمی مدتی وقتش صرف همین کرد که اینا رو تعریف کنه و این تعریف‌ها از عمرشون یه روزه فقط. یه داستانی که شما امروز بنویسین که راجع به یه حس مشترک انسانی باشه، قواس عشق، و یه داستانی که قدیمی‌تر یه چیزی که داره تو شاهنامه تعریف میشه، چطوری به اون میگین اسطوره ولی به این داستانی که امروز نوشته شده نمیگین یا اصلا شاید میگین اسطوره؟ ببینین فقط اینو به عنوان یک خصوصیت چیز میگم، توی حماسه ها و توی اسطوره ها جا پیدا میکنن که این صفات بشری، این ویژگی های بشری جا پیدا میکنن که از یه آدم فراتر برن، از اون منشأ خودشون فراتر برن، سرنوشت عده بزرگتری رو در بر بگیرن یا تاثیرگذارتر در یک مدت طولانی تری باشن. در نتیجه زندگی اونا تبدیل شه به یک زندگی جمعی یا به یک طرز فکر یا یک منش جمعی در یک دوره‌ای و اینا در یک دوره دیگه باز تحول پیدا میکنن. در حالی که داستان روزمره‌ای که نوشته میشه ممکنه که مثلا اگر ما داریم راجع به داشاکل مثلا می‌نویسیم این خیلی در همون حده. توجه میکنیم اصلا قراره که داستان نویسی معاصر اینقدر واقعی، اینقدر کوچک و راجع به همین مردم معمولی عادی و غیره و غیره و غیره باشه و حالا ارزش‌های دیگه‌ای داره، ارزش‌های دیگه خودش رو باید پیدا چیز کنه. ممکنه که اینا تفاوتشون در عمل و چیز این باشه، ممکنه. ولی به هر حال من وقتی می‌نویسم اصلا فکر نمی‌کنم دارم اسطوره شکنی می‌کنم یا اسطوره نویسی می‌کنم یا تعریف اسطوره چیست یا فلان. نه، اگر کسی تعریف کنه من در میرم. مثلا وقتم هرگز در زندگی با این تعریف تلف نکردم که پایان نداره.
شما چقدر سوال دارید؟ ولی بلند میگین دیگه نه؟ گفتید بهرام چوبین و آرش شیواتی و شیواتی و این چوبین میتونن یکی باشن. این مقاله است از آقای دکتر خالقی مطلق که اصلا به شاهنامه کار کرده و اینا و یکی از استادان شاهنامه شناسی و اسطوره شناسیه. من به نظرم خیلی درست میاد برای که شما بنویسین این دوتا رو ببینید چجوری میتونه بی‌دقتی سنتی ما و آنچه که بهش مفتخریم این که ولش کن و ببینیم چی میشه و این باری به هر جهتی ما میتونه به راحتی واقعا شیواتی رو تبدیل کرده باشه به شوبین. یعنی معرف شما اصلا جا افتاده باشه چون دیدیم ما کوچیک می‌نویسیم چی می‌کنیم هنرنمایی می‌کنیم خطاطی می‌کنیم همه کار می‌کنیم بلاشون رو خوند یه شعره رو دیدی سر هم می‌نویسن فلان نه 2 هفته وایسی نگاه کنی تا یکی بیاد بالاخره برات بخونه چون اون حفظه بهش گفتن توجه می‌کنیم ما خیلی هنرنمایی می‌کنیم و اینا که مفت میارزه گاهی بله وقتی که شما آرش رو نوشتید حتما این تفسیری که الان کردین از اسطوره آرش نداشتید. آیا این تفسیری که الان بهش این نتیجه‌ای که نتیجه گیری که امروز گفتید کردید آیا بعد جدیدی به داستان شما میده یا اینکه لزوما نه اون اصلا من خودم بیرون نمیتونم به نوشته خودم نگاه کنم الان چون که اون موقع نمیتونستم. اون موقع من داشتم خیلی راجع به اساطیر و چیزای ایران میخوندم اونا که گیرم میومد و فرهنگ شاید اینا در من بود و من نمیدونستم و خودشون سر جای خودشون بعضی چیزا نشستن ولی تجربه درون آرش خیلی شخصیه. یعنی آنچه که گفتم راجع به فرایند پیدایش پهلوان و تعریف در واقع در چیز جزء محرمات مانده تعریف مردم که ما هر وقت هر کاری خاصی ازش میکنیم هر وقت رأی میخوایم میشن اون هر وقت اون چیزی میخوایم میشن هر وقت میخوایم دیگه اصلا اینا انسان نیستن هر وقت این کار رو که ما متاسفانه میکنیم گاهی همه هدفمون اونه و گاهی یک لحظه هم یادمون نیستن. من اصلا این فرایند این که اون وقت ما یعنی این مردم رو در تنگنا میذاریم و اونا به انواع پسی‌ها ناچارن تن بدن برای زندگی روزمره و بعد سرزنششون میکنیم که چرا پسی تن دادن. اینا تجربه های کاملا شخصیه تو زندگی شخص خودم و خانوادم. اینا هیچ کدوم از جای دیگه نمیان و اصلا در آرش این نیست. در آرشی که سیاوش کسرایی هم به زیبایی سرود این تجربه نیست. این تجربه شخصیه و مال منه. اونه که اون سر سامان داده. یک بار دیگه ازتون ممنونم.